امروز میخوام در این ویدیو شما را با خواص یک گیاه فوق‌العاده مقوی آشنا کنم. یکی از گیاهان نیروزا و مقوی که شهرت زیادی در جهان دارد جینسینگ می باشد که بهتر است آن را گیاه جوانی یا نوشدارو بنامیم. این گیاه قرنهاست به منظور بهبود عملکرد حافظه، کاهش استرس، درمان ناتوانی، سستی و سایر علائم ناشی از فرسودگی و افزایش سن و همچنین برای افزایش طول عمر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اسم جینسینگ از عبارتی چینی به معنی ریشه‌های مرد گرفته شده است. این اسم احتمالاً به خاطر شباهت ریشه‌های عجیب این گیاه به پاهای انسان است. رایج‌ترین شکل استفاده از جینسینگ به صورت دم کرده یا چای می باشد. اما قبل از اینکه طرز تهیه دمنوش جینسینگ رو بهتون بگم، شما رو با چند تا از خواص بی‌نظیرش آشنا می‌کنم. به طور کلی جینسینگ تقویت کننده قوای عمومی بدن، به ویژه تقویت کننده توانایی جنسی مردان می باشد. جینسینگ خواصی دارد که با تحلیل قوای جنسی مقابله می‌کند. مصرف جینسینگ همچنین برای زنان نیز مفید است. یکی از مهمترین خواص جینسینگ برای زنان تنظیم کردن قاعدگی در آنها میباشد. از دیگر خواص جینسینگ برای زنان میتوان به خواص ضد پیری آن اشاره کرد. در واقع مواد تشکیل دهنده جینسینگ برای سلامتی پوست زنان بسیار مفید است و چربی پوست را متعادل میکند و همچنین مصرف جینسینگ در زنان موجب افزایش میل جنسی در آنها نیز میشود. تقویت سیستم ایمنی یکی دیگر از خواص جینسینگ می باشد که از این رو خطر ابتلا به سرماخوردگی و عفونت را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می دهد. چند تا از دیگر خواص مهم جینسینگ بهبود فعالیت حافظه، از بین بردن استرس، تنظیم سوخت و ساز بدن، جلوگیری از سردرد، درمان بیخوابی و بدخوابی، برطرف ساختن یا بهبود مشکلات جنسی در هر دو جنس، رفع خستگی و بیحالی، افزایش قدرت و توان سیستم قلبی عروقی، تنظیم فشار خون و تنظیم سطح قند خون بدن میباشد. و اما تهیه چای جینسینگ. برای تهیه چای جینسینگ مقداری آب را بجوشانید و ترجیحاً این کار را در ظروف غیر فلزی مانند قوری لعابی یا چینی انجام دهید. مقداری از ریشه خشک شده جینسینگ حدود 1 تا 3 گرم را به آب جوش اضافه کنید. سپس شعله را کم کنید و اجازه دهید تا مدت 20 تا 30 دقیقه بجوشد. در صورت تمایل می توانید بیشتر از این مدت نیز آن را بجوشانید تا جایی که آب به نصف مقدار اولیه‌اش برسد. حال صبر کنید تا چای کمی سرد شود و دمای آن به دمای اتاق برسد. این توصیه‌ای است که در طب سنتی چین به آن اشاره و پیشنهاد شده که چای به صورت ولرم نوشیده شود. بهتر است که روزانه 1 یا 2 فنجان از این چای را بنوشید. ریشه گیاه جینسینگ را می توان به صورت قطعه نیز استفاده کرد. توجه کنید که ریشه ها در هنگام تهیه و نیز تا پایان مرحله خنک شدن باید در داخل قوری بماند. و جالبه که بدونید جینسینگ با افزایش سوخت ساز در بدن باعث سوزاندن چربی‌های اضافی میشه و سلامتی و تناسب اندام را برای شما به ارمغان میاره. با مصرف این چای نیازی نیست میزان غذاهای دریافتی خود را کم کنید. اشتهای شما خود به خود کم خواهد شد. حداقل سعی کنید میوه‌جات و سبزی بیشتری بخورید و مصرف گوشت و غذاهای چرب و شیرین را کمتر کنید. و در آخر اینکه نوشیدن چای جینسینگ علاوه بر خواص درمانی که به آن اشاره کردیم، خواص فوق‌العاده‌ای برای موهای سر نیز دارد. کمتر شدن ریزش موها از جمله عواملی است که مصرف جینسینگ برای آن فوق‌العاده است. عده‌ای بر این باورند که ریشه این گیاه می‌تواند پوست سر را شاداب کند و حتی به رشد موها نیز کمک کند. معمولاً در برخی از شامپوها از جینسینگ نیز به مقداری استفاده می شود و همچنین جینسینگ برای پوست مفید است و پف چشم‌ها و خط زیر چشم‌ها را از بین می‌برد.